آقایونون حالش چطوره دکتر؟ مادرتون به هوش اومدن. گفتن که یه سری از داروهای جدید شرکت شما رو خوردن. ازش خواستم این کارو نکنه. اون دارو کاملا بی خطره، نمیتونه اثرات جانبی داشته باشه. پرستار. بله. ویجی پاتون با خانواده‌اش اینجا چی کار میکنن؟ وضعیت مادرش وخیمه. داروی اشتباهی خورده. دارو؟ بله. یه سری داروی جدید واسه دیابت. ممنون. خواهش می‌کنم. سعی کنیم بفهمیم. هیچ تحقیقاتی تو این زمینه لازم نیست. ای دکتر گوش کن. اون مریض شده. داروهایی که مصرف کرده هنوز پخش نشده. پس ما تحقیق میکنیم و پرونده به جرم آزار شهروندای سالخورده به جریان میافته. نون اجازه ساخت دارو داره ولی اجازه فروششون نداره. دادن همچین داروهایی به شهروندای سالخورده جرمه. برام اصلا مهم نیست. اگه شک دارین خب برین تحقیق کنید. مریضا منتظرن. ببخشید. ای بچه‌ای، تو مهمونی وزرای ثروتمند دعوت شدیم. اونا کارتا رو بررسی کردن ولی داروها رو نه. اگه اون روز میذاشتن برین تو مهمونی با همچین مشکلی روبرو نمیشدن. بذار برم. چی کار داری میکنی؟ خبرنگاران جان. متاسفم قربان. هیچ کدومتون رو نمیبخشم. بچه ها زود باشین برین خونه. مامان میخوام مامان بزرگ رو ببینم. نمیتونیم اینجا رو شلوغ کنیم. ما هممون اینجا پیششیم. مراقبش باش. برین. همین الان باید برین. یعنی نمیشه. یالا من میرسونمتون. اصلا نگران نباشید. من میرم برسونمشون. تو کجا میری؟ راننده میرسونتشون. نه بچه ها دلواپسن. خودم میبرمشون. تو هم نمیخواد زیاد ناراحت باشی. بابا مشکلی پیش نمیاد، نگران نباش. بابا اون یه توته است. یکی بر علیهمون پرونده سازی کرده تا جلوی پخش دارومونو بگیره. چی؟ ولی چرا؟ نمیدونم. ساخت این دارو هفته دیگه شروع میشه و الانم این باور نکردنیه. دکترم گفت که مادر به خاطر داروی ما از هوش رفته. این یعنی دارومون یه مشکلی داره. پس یعنی من همچین دارویی رو از قصد ساختم تا مادرمو. ببین این فکرها رو نکن. تو گفتی همه دکترها دارو رو تایید کردن و تستای آزمایشگاه خوب بوده. ریتویک هم همه تاییدیه ها رو بررسی کرده. هیچ دکتری نقصی به این دارو نگرفته. تو نمیتونی دارو رو مقصر بدونی. ممنون شعیب، خیلی ممنون. باشه شب بخیر. پالاک خبرها منتشر شدن. آره الان دیگه بگیر بخواب، خیلی دیر وقته. میخوام نابود شدن ریتویکو با چشمای خودم ببینم. چرا اینقدر ازش متنفری؟ به خاطر آروهی؟ میدونم. نشیتا تو راجع به من چه فکری کردی ها؟ میدونی من و آکی 17 و 14 سالمون بود و میدونی چی شد؟ برادرمو از دست دادم به خاطر مصرف داروی اشتباه. به خاطر مصرف داروی اشتباه. مامان چه بلایی سر آکی اومده؟ مامان دکتر میگه که ما بهش داروی اشتباهی زدیم. چرا همچین کاری کردیم ها؟ مامان تداخل دارویی یعنی چی؟ لطفاً بهم بگو مامان. آکی خواهش میکنم پاشو. آکی خواهش میکنم پاشو با هم حرف بزن. من اون روز تصمیم گرفتم که هر کاری از دستم برمیاد انجام بدم ولی نذارم شرکت های داروسازی فاسد داروی اشتباهی و بدون تاییدیه پخش کنن. این کار من نیست، این هدف زندگی منه. نمیذارم اتفاقی که واسه برادرم افتاد سر کس دیگه ای بیاد. نمیذارم این کارو بکنم. میدونم و همیشه پشتتم. میدونم عزیزم. همه شواهد توی این پرونده هست. داروی تو آماده توزیع نیست. تو باید دوباره روی فرمولت کار کنی. یه اشتباهی توی داروت هست. حتی با وجود اینکه 11 تا دکتر تاییدش کرده ولی شاید متوجه نقصش نشدن. ممنونم. تو برو خونه. فردا میبینمت. قربان چرا اینجا نشستین؟
یا برین تو اتاق شخصی یا برین خونه. دکترای ارشد بهتون زنگ میزنن و خبرتون میکنن. نه ممنون. نمیتونم با خیال راحت برم تو اتاق خودم بخوابم و مامانم رو اینجا بذارم. باشه. بابا تقصیر من بود. من دارو رو بردم برای تایید. مامان بزرگ به خاطر من افتاده بیمارستان. فراموشش کن. بحث راجع به این موضوع الان هیچ فایده ای نداره. مادر همیشه میگفت که مهم نیست یه نفر چقدر موفق باشه، بازم نباید از ریشه هاش فاصله بگیره. اگه بلای سر مادر بیاد ریشه های من چی میشه؟ دیگه به چی وصل بشم؟ قربان، لطفاً تشریف بیارید روی کاناپه بخوابید. فهمیدم ایشون نمیرن خونه چون مادرشون اینجا خوابیده. شما هم تکون نمیخورین چون پدرتون ممکنه بیدار شه. خبر منتشر شد. ببینم ریتویک خبرها رو دیدی؟ میدونست این فرمول اکسیژن مشکلی داره؟ این میگه ما رشوه دادیم تا اکسیژن رو تایید کنیم و میگه که آزمایشگاه KYE هم تحت فشار این گزارش رو رد کرد. بابا سهام نون بیوتک 20% کاهش پیدا کرد و اخبارم تو بازار پیچیده. بابا من مطمئنم کار دکتر پالاکه. اون با من دشمنی شخصی داره. اون تو آزمایشگاه KYE داروسازه. اون این کارو کرده تا ازم انتقام بگیره. همه اینا کار اونه. بهم بگو پسرم، ما کار اشتباهی کردیم؟ بابا 19 تا متخصص دارومون رو تایید کردن. بهترین دکترای تمام دنیا. پس چرا اون یه نفر باید این کارو بکنه؟ اون همکاری نمی‌کرد. پس منم باید یه کاری می‌کردم. برای همینم رفتم پیش دکتر ارشدش رو بهش یه جواب درخور دادم. باید یه کاری می‌کردم. پس تو ازش حق و سکوت گرفتی؟ تو مجبورش کردی تا گزارش رد کنه. ریتویک چی باعث شد که فکر کنی یه دکتر بابا شریف؟ دارومون هیچ مشکلی نداره. شرافتو فراموش کن. اون خیلی لجبازی می‌کرد گزارش رو رد نمی‌کرد. یعنی تو حتی یه ثانیه هم فکر نکردی که شاید حق با اون باشه؟ شاید دارومون مشکلی داره؟ مادرم به خاطر حماقت تو الان تو بیمارستانه. نفرتت از اون زن اجازه نداد کاملا عاقلانه فکر کنی. آقای بجی پاپنون، از شما به خاطر دادن داروی اشتباهی دست مردم شکایت شده. چی؟ منظورم اینه که شما آدم ثروتمندی هستی یا آدمای ثروتمند میان توی مهمونیات. شنیدم یه مرد هر کاری واسه تجارتش میکنه، ولی تو داروی اشتباهی به خورد مادرت دادی و کشوندیش اینجا. پروندهت به جریان افتاده. قربان این چه؟ پسر جون تو ساکت باش. ایشون مالک شرکت و آدم ثروتمندیه. اگه شما به داروهاتون توجه میکردین به همچین مشکلی بر نمیخوردین. حق با شماست جناب سروان. من باهاتون میام کلانتری. بابا آخه چرا شما مقصر منم؟ شرکت مال منه. بدون اطلاع من اونجا هیچ اتفاقی نمیفته. بابا به ریشاب زنگ بزن. بابا چرا این کارو میکنی؟ بذار من برم. مقصر منم. مسئولیتش با من منه. حلش میکنم ریتویک. تو بهتره فقط ساکت باشی. آقای نون، درسته که مادرتون به خاطر داروهای شما تو بیمارستان بستریان؟ آقای نون خبر رو درست کنید. میشه به سوالمون جواب بدید؟ این بلا رو سر مادرتون رو مردم بیارید. لطفاً جواب سوالمون رو بدید. شما آقای نون باید جوابگو باشید. من میرم کلوچه بگیرم. چیز دیگه یه میخوام. آهای با تو هم گوش جانم. کن. یه خورده باشه. همینم بیار. بابا زود بیا 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه دیگه برمیگردم. شیطه خبری شده؟ اینو ببین. پلیس بیجیپاتو دستگیر کرده. ولی اون چرا؟ تقصیر ریتویک بود. چرا اونو بردن زندان؟ اونم گذاشته باباش بره زندان. بی ارزه یه ها. اون هیچ ارزشی واسه خانواده‌اش قائل نیست. ما می‌خواستیم این اتفاق بیفته که افتاد. حالا هم یکی پرونده رو به جریان در میاره. شیطه ولی این درست نیست. بیا یه چیزی بخوری. وصل میشه، تو نگران نباش، حلش میکنیم. نه اون به خاطر من اینجاست. قربان مسئله اینه که من نمیتونم آزادتون کنم.
شما به یه جرم غیر قابل وثیقه دستگیر شدین. داروی اشتباهی میتونسته یه آدمو بکشه. شما توی دردسر افتادین. یه لحظه خواهش میکنم، مقصر منم، مسئولیتش با منه. چرا متوجه نمیشین؟ چرا دارین اونو دستگیر میکنین؟ به آمار چان دیوان و ویشوان زنگ بزنه، اونا حلش میکنن. الو عمو ویشوان، ریتویکم. باشه چند دقیقه دیگه میبینمت. خداحافظ. سان چی بود؟ همه چی تو بیمارستان رو به راهه؟ آره شرایط مادر بزرگ هنوز وخیمه، ولی شیوام، شانایی و بقیه اونجان. وقتی اونا برگردن من میرم. گوشی بابا در دسترس نیست. حداقل میتونست یه زنگ بزنه. مامان دارم سعی میکنم ریتویکو بگیرم. مامان به فرماندار زنگ زدم، داری میره اونجا. عزیزم بهش گفتی بابات هنوز تو زندانه؟ بهش گفتی آشنای کی هستی؟ بابای سامر بابات فرماندار رو خوب میشناسه مگه نه؟ مامان آروم باش، هممون دلواپسی ما حلش میکنیم. این چه وضعیه؟ ریتویکو آمان جواب تلفن نمیدن. نه حداقل باید الان جواب بدن. مامان خبرنگارا با من، بهشون میگم که از قضیه بی اطلاعیم و همه این اتفاق شایعه است. به هر حال بابا به جرم اشتباهی دستگیر شده. مردم که چیزی نمیدونن، اونا فکر میکنن کار بابا بوده. برام مهم نیست مردم چی فکر میکنن. چرا باید به این که خبرنگارا یا مردم چی فکر میکنن فکر کنیم وقتی کار اشتباهی نکردیم؟ کل چیزی که برام مهمه اینه که بابا تو زندانه، مامان بزرگ تو بیمارستانه. نگرانیم اینه که داروی جدیدی که شرکت ما ساخته مشکل داره. متاسفم بابا. میدونی چقدر دوستت دارم. نمیخوام گریتو ببینم باشه؟ باید خودتو کنترل کنی. میدونی بقیه تو خونه دارن چی میکشن. تو باید مراقب بقیه باشی. نمیخوام، هیچ کس نمیخوام بیاد منو اینجا ببینه، مخصوصا مادرت. بیخیال، قوی باشه بابا. قربان بدون هیچ اخطاری و حکمی بابا رو اینجوری دستگیر کردن این اشتباهه. لطفاً یه کاری کن. سینگو صدا بزن. درو بکن. بله قربان. مامور سینگ، با اجازه کی ایشونو دستگیر کردی؟ قربان من اخباری دریافت کردم که حکم داشتی؟ نه. با ارشدت صحبت کردی؟ نه. مدرک داشتی؟ قربان ولی فکر کردی قدرت داری و میتونی ازش سوء استفاده کنی؟ درسته؟ قربان قضیه این نیست. خفه شو. از جلو چشم دور شو. معذرت میخوام ویجی پات. حالت خوبه؟ خوبم، ممنون که اومدی. بفرمایید. اگه نیازی به بازجویی و تحقیق بود لطفاً از افسرات بخواه شخصاً احضارم کنن. ما از اینکه باهاتون همکاری کنیم خوشحال میشیم. آروم باش ویجی پات. یکی میخواسته ازت انتقام بگیره. چون آدمای پولدار دشمن زیاد دارن. میدونم تو شخصاً به این موضوع اعتقاد نداری. تو فکر میکنی همه خوبه. نمیشه گفت که مادرت به خاطر داروها یا به خاطر موضوع دیگه ای افتاده بیمارستان. ولی آره، هیچ دارویی شبونه آنالیز شیمیایی نمیشه. توطئه کردن تا ببرنت زیر سوال. من گزارشاتو دیدم، گزارشای کامل خوندم. 19 تا از بهترین دکترها تاییدش کردن. درسته؟ پسر منم یه سری اشتباه مرتکب شده. نون بیوتیک قرار تحقیقات داخلی و شخصی خودشو شروع کنه تا مشکل اصلی و متوجه. ولی فعلا هیچ پرونده‌ای تشکیل نمیشه. دارو توی بازار توزیع نشده و به عنوان مالکین شرکت نمونه داروها توی خونه بوده و مادرت به طور تصادفی ازشون مصرف کرده. منتها این واسه تشکیل پرونده نمیتونه کافی باشه. هنوز یه پیشنهاد واسط دارم ویجی. این دارو رو قبل از توزیع کاملا بررسی کن. از قدیم گفتن هر چقدر که مشکل بزرگ باشه خدا حواسش به ما هست. در ضمن خبرهای خوبی برات دارم. من با دکتر حرف زدم. مادرت حالش خوبه. مادر خوبه؟ مامان بزرگ خوبه. خیلی ممنونم، واقعا خبر خوبه. خیلی خوب، برو استراحت کن. ممنونم. قابلی نشد. خیلی ممنون. باید برم تو همینجا میرم بیمارستان. بهم زنگ بزن. مامتا کی میخواستین منو خبر کنی؟
چطوری اومدی؟ ریشاب کجاست؟ چرا نمیتونم بیام اینجا؟ من رانندگی بلدم. مامتا تو خیلی ولم کن. باید این قضیه رو از تلویزیون میشنیدم. خبر دست اول بود، همه کانال ها رو پر کرده بود، حتی یه زنگم نزدی. خب ما فکر کردیم نگران میشیم. بعدشم وقتی تو اخبار ببینم خوشحال میشم. ریتویک، تو اصلا صبر نداری. فکر کردی بابات شرکتو با قدرت تمام بهت میده و میتونی هر جوری که خواستی بگردونیش؟ به تبعاتش فکر نکردی پسرم؟ مامتا اون مقصر نیست، اون کاری نکرده. هر اتفاقی هم که افتاده لاپوشونی نکن، بذار یاد بگیره. فکر کردی داروی باباته و امکان نداره رد بشه، میتونی به زور مجوز بگیری؟ مامان چی داره میگی؟ این توطئه بوده علیه من. دکتر پالاک یه داروسازه، اون داره ازم انتقام میگیره. خودش بهت گفت؟ نه ولی اومد خونه. مامان تو اینجور دخترها رو نمیشناسی. ولی من تو رو میشناسم. تو اینقدر از دخترها متنفری که نمیفهمی داری چه کارایی انجام میدی. مامان خواهش میکنم تو قضیه این این نیست. نتیجه رو تو جلسه گرفتی. این که اون چیه و کیه و چی ازت میخواد، همه چیو. مامتا ریتویک، ببین نمیخواد ازش دفاع کنی. ریتویک، سهاممون میتونه دوباره رشد کنه، برندمون دوباره تو بازار گل میکنه، ولی اگه به خاطر بی‌ملاحظگیت کسی بمیره دیگه هرگز نمیتونی خودتو ببخشی. این نعمت از دست نده. حق با مامتاست. ریتویک تو نتونستی اتفاقی که تو بچگیت افتاده رو فراموش کنی، ولی یه چیزی رو یادت باشه، من خیلی بدتر از اینا رم دیدم. منتها امروز خوشحالم، اونم به خاطر مامتا. من این دکتر رو نمیشناسم و نمیخوام بدونم چی بین شما دوتا گذشته، ولی اگه این دکتر هر شکی به هر کدوم از داروهای ما داره، پس برامون مهمه که این شک رو برطرف بکنیم. حتی اگر متخصصان نظرشون به نفع ما باشه، ما باید این شک رو حتما از بین ببریم. حرفم واضح بود؟ این دختر باهوش، نابغه است و مشخصه که کاملا شجاعه. همین یه همچین آدمی باید تو نونبیوتیک کار کنه. بابا یه لحظه، داره بی خودی احساساتی میشی. اون داره این کار از قصد انجام میده. داری قضیه رو به کجا میبری؟ اون با ما کار نمیکنه. بابا اون میتونه هر صدمه‌ای به ما بزنه. ریتویک، اشتباهتو جبران کن. هر کاری که بابات میگه رو انجام بده، ولی با ذهن آروم، با حوصله و منطق. ما بزرگ خدا شد. فکر کردم از پیشمون رفتی. احمق جون کجا برم آخه؟ من فقط وقتی میمیرم که عروسی تو بعدشم بچه ها تو ببینم. مامان بزرگ برنامه هاتو بچین. از اون انتظاری نداشته باش. فکر نمی‌کنم بتونه کاری انجام بده. نه تو کلش شیطون زندگی میکنه. اون نوه خودمه، چجوری ممکنه؟ شوخی میکنی؟ تو ستاره راک خودم. کل دهلی ترسوندی. آره همه چی رو بریم خونه دیگه. شما مگه تو دفتر کاری ندارین؟ بریم دیگه. ببخشید راست. خب چرا این کارو کردی؟ بگو برن. دکتر میخوام باهاتون صحبت کنم. مادر بزرگم به خاطر دارومون تو این وضعیت قرار گرفته. جواب آزمایشات چی میگه؟ راستشو بخوای هیچی. اون مأمور از اخبار سوء استفاده کرده. میبینی اینا چه جور آدمایی؟ منظورم چیز دیگه. خب فقط میخوام بدونم که داروی ما مسبب وضع الانشه یا نه. فکر نمی کنم قضیه خوردن داروی اشتباه بوده. اون بیماری عصبی حاد داره. من آزمایش فشار خون و قند خونش تو پرونده گذاشتم. اون فقط نیاز به استراحت داره. کی میتونه مرخص بشه؟ حداقل 2 روز دیگه. میتونیم بعدش ببرینش خونه اگه حالش بهتر شده باشه. ممنونم رویدار. خواهش میکنم. سلام رفیق. حالت چطوره؟ من یه اشتباهی کردم. چی شده؟ من واقعا معذرت میخوام. گند زدم. داداش چی شده؟ یه چیزی بگو. من جرأتشو نداشتم ولی دیگه نمیتونم تحمل کنم. بگو ببینم چی شده. همه چی رو به راهه؟ اون دختری که اون شب اومده بود تو مهمونی، همون شیتا خبرنگاره و دوست پالاکم هست. من واقعا متاسفم ریتویک. من همه چی رو بهش گفتم تا تحت تاثیر قرار بگیره. گفتم که دکترم با اون همدست بوده. قضیه توزیع دارو. رفیق زده به سرت؟ بابام تو زندان بود. ممکن بود به خاطر تو محاکمه بشه. چطور میتونی اسرار تجاریمونو به یه خبرنگار لو بدی؟ همتون کارای احمقانه میکنین. اونم به خاطر دخترا. الان به خاطر دوستت باید با پالاک روبرو بشیم. میدونید چی شده؟ بابا گفت که پالاک از این به بعد با همون کار میکنه. اونم فقط به خاطر تو.
من معذرت میخوام. الان دیگه معذرت نخواه. یه دختر ازت سوء استفاده کرد. همیشه ازت خواستم که از دخترها دوری کنی. اون بابامو فرستاد کلانتری. همونقدری که بابام دیروز گریه کرد به گریه میندازنش. اون فرستادش زندان. بهش نشون میدم. فقط بذار پیشنهاد کاریمو قبول کنه. میخوای بهش پیشنهاد کار بدی؟ آبروشو میبرم. میخواد دادگاه رسانه‌ای رو ببینه؟ بهش نشون میدم. دکتر تایید کرد که مادر بزرگ به خاطر دارومون اذیت نشده. من اگه نبرمش تو تیتر اخبار اسممو عوض میکنم. فقط بذار پیشنهاد کاری رو قبول بکنه. ریتویک خواهش میکنم. آره من از دکتر ردی باجگیری کردم و برام مهم نیست. میدونی چرا؟ چون 19 تا متخصص داروساز از کل دنیا دارومون رو تایید کردن. به خاطر همین منم این کارو کردم. اون جلوی دنیا ثابت کرد که من اشتباه میکنم. این کارو نکن ریتویک. منم اشتباه کردم. این کارو نکن. باشه من میارمش تو کار. ولی اون التماسمو میکنه که از شرکت بره. اون قبول میکنه که اشتباه کرده و حق با من بوده. بشینه تماشا کن. رشاب کجاست؟ مامان داره دوش میگیره، داره میرسه. صبح بخیر. آره پراپاکار، ولی چرا اینقدر زود؟ بهش بگو بعدم بیاد. چی شده؟ خبرگزاریا بیرون اتراق کردن. این موقع صبح اونم بیرون خونم. خب که چی؟ اونا باید روزنامه بفروشن. تازه هم 24 ساعته خبر مخابره میکنن. میشه بری باهاشون حرف بزنی؟ ها؟ باشه میرم حرفامو بزنم. داستان زندگی من خیلی جالبه. من تو زندگیم خیلی تلاش کردم. من زندگی کاریمو تو یه شرکت داروسازی شروع کردم. من فقط یه عامل فروش خیلی ساده بودم. مجبور بودم واسه فروش داروهای شرکتم کلی پیاده روی بکنم. من با کار سخت تجربه کسب کردم و بعد از کسب تجربه سازمان خودم رو تشکیل دادم. بعد چند سال بعدش هم نون بیوتیک رو راه انداختم. نون بیوتیک روی تجربه های ما، تحقیقات و شرافتمون بنا شده و به همین دلیله که همه دکترای دنیا به همون احترام میذارن و به همون اعتماد دارن. امروز رسانه ها انگشتشون به سمت ماست و میخوان ثابت کنن که ما بد و بی وجدان و بی انصاف. منتها امروز از همه شماها فقط یه سوال دارم. وقتی که ما بعد از سالها تحقیق داروی گیاهی جدید و ساختیم، بقیه کجا بودن که قیمت داروهای سرطان رو تو هند کاهش دادیم؟ وقتی که ما داروی کلسترولی ساختیم که هنوزم جون میلیون ها آدم رو نجات میده، شماها اون موقع کجا بودید؟ میلیون ها آدم. ولی وقتی بخوام راجع به داروی جدیدمون حرف بزنم، یعنی دلیلی که به خاطرش اینجاییم، من بهتون اطمینان میدم که این دارو فقط در صورتی که یه سری از تستای سخت و پشت سر بذاره تو بازار توزیع میشه. ممنون آقای نو. ممنون آقای نو. چطور بود؟ من امروز واقعا بهت افتخار کردم. چرا؟ نه به خاطر اینکه توزیع دارو رو متوقف کردی، نه به خاطر اینکه از ریتویک حمایت کردی، فقط به خاطر اینکه به اشتباهاتت اعتراف کردی و سعی نکردی دروغ بفروشی. بچه هامون باید دقیقاً مثل تو باشن. بچه همون از تو بیشتر یاد میگیرن. آخه کی بهتر از تو خوب و بدو میدونه؟ آره، ولی من دیروز یکم نسبت به ریتویک تند شدم. عشق یه مادر مطلقه. تنبیهش هم همینطوریه. ریتویک پسر باهوشیه و به خوبی اینو میدونه. آره؟ من دیگه از گشنگی دارم میمیرم. بیا بریم. بیا. بگو ببینم کارتون جا چطوره؟ تو کار جا افتادی؟ فوق‌العاده است. رئیسم هم خیلی بانمکه. کارم خیلی خوبه. ببینم چرا انقدر ناراحت به نظر میای؟ برام تعریف کن چی شده؟ کارمو از دست دادم. اوه نه، فراموشش کن. از آب و هوای بمبئی واسم بگو. اینجا که هنوز هوا سرده. چی شد کارتو از دست دادی؟ گفتم که مهم نیست. برام مهم نیست که کارمو از دست دادم، ولی چیزی که مهمه اینه که اون برنده شد. ببینم دیوونه شدی؟ پالاک، همیشه حق با توه. راستش من به خاطر نصیحت تو امروز اینجا. همیشه حق با توه. فقط به خودت ایمان داشته باشه. فکر کنم مامانم پشت دره. بعدم بهت زنگ میزنم. شب بخیر. اینجا چی کار میکنی؟ تو نمیتونی اینجوری سرزده بیای تو خونه من، فهمیدی؟ اگه همین الان نری زنگ میزنم به پلیس. باور کن. باش زنگ بزن دیگه. شما دخترها فقط همین کارو بلدین. اصلا زنگ بزن مطبوعاتم خبر کن. این تنها برگ برندگی شماست. یه آدم پولدار مزاحم یه دختر فقیر شده. دیگه باید اینا رو خیلی دهن تو ببند. قبل از اینکه بابام بیدار شه باید از اینجا بیدار بری بیرون. نشده؟ عمو
برو بیدارش کن. میدونه چی کار کردی؟ چاپ اون مطلب استفاس کن. اونا نمیدونن ولی مطمئن باشه که بهشون بگم حتما به هم افتخار میکنن. تو بابای منو فرستادی زندان، میفهمی چی میگم؟ یه پیشنهاد برات دارم. بیا تو شرکتمون. تو دوست داری یاد بدی مگه نه؟ بس بیا و یاد بده. راستی بابا شخصا گفته که دارومون تا وقتی که تایید نشه نمیتونه تو بازار توزیع بشه. پس به خاطر همینه بابات بهم بیشتر از تو اعتماد داره آقا. راستی ببینم به بابات گفتی که باشگیری از دکتر ریدی رو تایید کردی؟ ها؟ شما باید زندگی آدما رو نجات بدین ولی به جاش دارین زندگیشون رو به خطر میندازین. حتی مامان بزرگتم واسه همین داروها تو بیمارستانه. اون دارو هیچ بلایی سر مادر بزرگم نیاورده. دکتر 2 بار تاییدش کرده. تو هم تاییدیه میخوای؟ آزمایشا رو ببین. به خاطر همون داروه. ثابت کن که متخصصای پزشکی هم اشتباه میکنن. مگه همینو نمیخواستی؟ مشکل چیه؟ ها؟ پیچیدش نکن. تو بهم ثابت کن که اشتباه میکنم. منم بهت قول میدم نون بیوتیک هیچ وقت داروی دیگه بدون تاییدیه تو وارد بازار نکنه. به این میگن پیشنهاد. من نمیخوام چیزی رو بهت ثابت کنم. از خونه من برو بیرون. انقدر خودتو اذیت نکن. چیزی نداره که قبلا ندیده باشم. بهم اعتماد کن. من بهترشم دیدم. حتی بدون اینا بهت نگاه نمی‌اندازم. نون بیوتیک بهترین شرکت داروسازی تو هنده. ما استانداردهای خیلی بالایی داریم. دیر بیای حقوقت کم میشه. منتظرم. من هیچ وقت نمیام. سلام ریکی. سلام سمیرا. کجایی؟ همین الان از فرودگاه رسیدم خونه. 20 دقیقه دیگه میبینمت. 20 دقیقه؟ باشه. پالک عزیز به نظر ناراحت می اومدی. خواستم این پیامو برات بفرستم. لطفاً بهش گوش کن. ما نمیدونیم زندگی چی سر راهمون قرار میده. نمیدونیم کی ناامیدمون میکنه. ما نمیدونیم کی قلبمونو میشکنه. این چیزیه که تو زندگی هممون هست. انقدر خودتو اذیت نکن. چیزی نداری که قبلا ندیده باشم. بهم اعتماد کن. من بهترشم دیدم. چرا اعمال یه نفر اینقدر ما رو عصبانی میکنه؟ خودمونم نمیدونیم چرا. تو تصمیممون شک میکنیم. نمیفهمیم چی کار میکنیم. بعضی وقتا یه عمر زندگی با یه نفر رو فراموش میکنیم. بعضی وقتا هم نمیتونیم یه لحظه رو فراموش کنیم. ما نمیدونیم چرا ولی این اتفاق میفته. به چی فکر میکنی؟ سلام خواهر. سلام. امروز واقعا سرده. حالت چطوره؟ به منم یکم شیر بده. اوه آقا این چیه؟ این چه شیریه که داری میدی؟ پس خامش کو. تو اینو به همسایه ها میدی؟ میبینی؟ هر کی دختر جوون داره دنبال شیر بدون چربی میگرده. خدا چشمش دنبال دختر منه. شخصیش نکن ها. حواست به کارت باشه پسری احمق برو. قصه تموم شد. بس مشکل چیه؟ کارو قبول کن. بابا ازش خوشم نمیاد. اصلا دیگه دلم نمیخواد باهاش کار کنم. آره میفهمم. تو یه سری کاغذ از مؤسسه بالبیکاس نگه داشتی. شانسی هم هست؟ هنوز نظرم همونه ولی زمان میبره. تو کل روز کار میکنی. اونا کسی رو میخوان که از پس هزینه‌های داروی 20 تا بچه بر بیاد. جدا از واکسنشون. میدونی که این شرکت‌های داروسازی چقدر پول دارن؟ ولی بابا اونا فقط به فکر سودشونن. اونا دغدغه‌شون اصلا کمک به بقیه نیست. هر شرکتی یه بودجه‌ای واسه مسئولیت اجتماعیش داره و هر شرکتی دوست داره که با یه جور خیریه در ارتباط باشه. اگه براشون کار کنی شاید بعدش بتونی مجبورشون کنی. ولی بابا اگه حتی این کارم قبول کنم. ببین عزیزم، هر کاری میشه با روش قلاب یا با چماق انجام داد. حقوق زیاد ازشون بخوام. من بچه‌مو خوب میشناسم. میدونم که پولتو صرف کارهای خوب میکنی و میتونی وجدانشون رو بیدار کنی. مگه نه؟ حق با توه بابا.
من باید این کارو قبول کنم. به ریتویک زنگ میزنم و بهش میگم دیگه وقتو تلف نمیکنم. آفرین. همین الان بهشون زنگ میزنم. به مادرتم بگو واسم صبونه بیار. باشه بابا. سلام شبی، دکتر پالاکم. من اسپانسر داروی 20 تا از بچه‌ها میشم. آره، بدون تشریفات. راستش بهم یکم وقت بده تا اسپانسر داروی همه بچه‌ها بشم. بهت قول میدم. باشه. اون جمله چی بود؟ کدوم جمله؟ خیلی خوبه ولی حتی وقتی سیگار نکشی. ما کل شب درگیر بودیم و تو هنوز سر حالی. بازم میتونی؟ راستی امروز خیلی عصبانی یا؟ تا حالا ندیده بودم گله کنی. میتونم از پسش برم. داشتم راجع به ذهنت حرف میزدم. 7 ساله میشناسمت. میدونی هر وقتی که پاتو میذاشتی اینجا قلب و ذهن تو مشکلاتتو میذاشتی بیرون. امروز هم تلاش کردی ولی یه چیزی داره اذیتت میکنه. 1000 بار بهت گفتم منو از لحاظ روحی آنالیز نکن. نگران نباش، من اصلا سعی نمی کنم بهت نزدیک بشم. قرارمونو خوب یادمه. میدونم که دوست دخترت نیستم، علاقه هم ندارم که باشم. به عنوان یه دوست ازت میپرسم، اون دختر همون زنی که با آدم بدی در افتاده، اون بابامو فرستاد پشت میله ها، جلوی توزیع دارومو گرفت. تو نگرانی؟ تازه اونم به خاطر یه دختر. اون با خانواده‌ام در افتاد. و تو عاشق خانوادتی. میفهمم ولی یه دختر چطوری میتونه عصبانیت کنه وقتی از نظر روانی به کسی نزدیک نمیشی؟ تو هیچ وقت به هیچ کی فکر نمی کنی، ولی این یکی زندانیت کرده. تمام کن این حرفا رو. اون کنترل ذهنتو دستش گرفته. یه ارتباط قوی بین قلب و مغزت هست. از اونجایی که تو مغزت هست زیاد طول نمیکشه برسی به قلبت. به حرفم اعتماد کن. چرا متوجه نیستی؟ ازش متنفرم. برای همین میگم. میدونی نقطه مقابل عشق نفرت نیست، نقطه مقابلش بی‌تفاوتیه. وقتی برات مهم نیست پس باید بدونی که رابطه تموم شده و نفرت چیز بزرگیه. و وقتی نفرت تبدیل میشه به عشق، میشه خفشی؟ ببخشید، رابطه ما بر اساس صداقت و منم میشناسمت. تو چیز بی‌نقصی هستی، یه پسر بی‌نقص، یه برادر بی‌نقص، بهترین تو تجارت، بهترین دوست واسه رفیقات، ولی به عنوان دوست پسر افتضاحی، چون به هیچ کس وفادار نمیمونی. میدونی چرا؟ چون بلد نیستی، به هیچ زنی هم اعتماد نداری. چی تو زندگیت اتفاق افتاده که نمیتونی به هیچ زنی اعتماد کنی؟ مامان کی برمیگردی؟ گوش کن پسرم، چیزی که الان دارم بهت میگم و هیچ وقت فراموش نکن. باشه مامان. چیزی به اسم عشق تو دنیا وجود نداره. من با پدرت ازدواج کردم چون فکر میکردم یه روزی آدم بزرگی میشه، ولی تنها چیزی که نصیبم شد سختی‌های زندگی بود. یه خونه کوچیک که حتی به سختی میشه توش نفس کشید. وقتی که نتونی آزاد نفس بکشی چیزایی مثل عشق دیگه هیچ اهمیتی نداره. ولی مامان تو منو خیلی دوست داری مگه نه؟ ببین ریتویک، عشق کافی نیست. آدمایی که میگفتن عشق کافیه فقط دروغ میگفتن. وقتی با فقر و سختی روبرو بشی عشق هیچ وقت کافی نیست. بابات یه بازنده است و من نمیخوام اینجوری زندگی کنم. یه مادر به بچه‌هاش کلی چیز یاد میده، ازشون جلوی هر غم و دردی تو دنیا محافظت میکنه، ولی من نمیخوام هیچ وقت ازت اینو پنهون کنم. میخوام بهت حقیقت رو نشون بدم. عشق و خانواده به نظر از دور قشنگه، ولی وقتی که پول داشته باشی اینا نشونه ضعیف بودن و من نمیخوام ضعیف باشم. دیگه نمیتونم این وضع رو تحمل کنم. واقعا صبرم تموم شد. به خاطر همینه که دارم میرم ریتویک، ولی تو میتونی فرض کنی که تسلیم شدم. مامان 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 خواهش میکنم نرو.
بله من پالک شارما، دکتر داروسازم. میدونم، بگو. تو بهم یه کار پیشنهاد دادی، منم قبول کردم. خوبه؟ بیا راجع به حقوقش حرف بزنیم. حتما. چقدر میخوای؟ اگه قرار باشه واسه شرکت شما کار کنم باید حقوقم خوب باشه. 3 برابر خوبه؟ چی؟ نه، نیازی نیست. حقوق شغل قبلیم هم خیلی خوب بود، ولی واسه اینکه آدمی مثل تو رو تحمل کنم 10% بیشتر. قبوله. پس فردا میام باشه؟ آریه؟ عجب مرد عجیبیه. دخترا اونا فقط پول میخوان. کاری که خودم شروعش کردم حالا باعث دردسر شده. ولی تو الان واسه همچین شرکت مشهوری کار میکنی، این به نفعته. خوب؟ چه خوبی داره؟ من مجبورم هر روز قیافه اون پس فطرت رو ببینم. اون یه لوس خود بزرگ بینه. بابام بهم میگه که این یه فرصت شغلی خیلی خوبه. باید بیشتر بهش فکر کنم. خودخواهی چیه؟ داری از 20 تا از بچه‌های مؤسسه حمایت میکنی. این به نفعته. همچین موقعیت خیلی کم پیش میاد. راستی اون اصلا نمیاد دفتر. یه جورایی الواته. نیازی نیست زیاد باهاش برخورد کنی. امروز بهش زنگ زدم تا اومدم راجع به حقوق حرف بزنم. میدونی بهم چی گفت؟ بهم گفت 3 برابر میده. منظورم اینه که پس مالیات چی میشه ها؟ خب پس 3 برابر مالیات. همون حقوق قبول کردی؟ معلومه که نه. چرا؟ باید قبول میکردی دیگه. میدونی چیه؟ به ما دخترای قشر متوسط همیشه یاد دادن که هیچ وقت خودمون رو تو اولویت قرار ندیم. ما باید اینو ثابت کنیم. اگه یه پسر بود همون لحظه پیشنهادش رو قبول میکرد. ولی من مشکلی ندارم، خوشحالم. این پول واسم کافیه. صبح بخیر قربان. ساعت عقبه درستش. حتما قربان. داداش سلام، چه خبر؟ وزیرش واقعا؟ فراموشش کن. تو چی؟ چرا ناراحت به نظر میاری؟ خیلی داغ کردم. دیروز زیاده روی کردی؟ آره زیاده روی کردم. سردردم داره شروع میشه. سوال هیچکی ندارم. صبح بخیر قربان. صبح بخیر. همونجور که گفتم هر آدمی یه نرخی داره. بعضیا کمتر، بعضیا بیشتر، ولی هر کسی یه نرخی داره. اون وانمود کرد که اخلاق براش مهمه، ولی آخرش واداد. حالا ببین چی کار میکنن. قربان اینم مدارک. متشکرم. بفرمایید قربان. خیلی ممنون. امان چند تا زن تو شرکت کار میکنن؟ حدود 370 تا. همشونو بفرست مرخصی با حقوق. چی؟ همه دستشویی زنونه دفترمون باید تعمیر بشه. ما نمیتونیم باعث ناراحتی کارمندای خانممون بشیم. درسته؟ پس همه رو بفرست مرخصی به جز یه نفر. آخه چرا داری این کارو میکنی؟ اون کاری که مجبور بود و انجام داد. حالا نوبت منه. من واقعا نگرانم شیتا. منظورم اینه که من قبلا فقط تو بیمارستان بودم، تو دفتر کار نکردم. تحقیق و آزمایش توی آزمایشگاه انجام دادم. میدونی این کار یعنی فروش و هیچ مریضی در کار نیست. حس عجیبیه. امروز آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ ها؟ چی داری میگی؟ فکر میکنم امروز آفتاب از غرب در اومده، چون واسه اولین بار پالاک ما به خاطر یه مرد خیلی عصبی به نظر میرسه. تو دیوونه، اون اصلا واسه مهم نیست. اوه واقعا؟ بله. ببینم پس به خاطر همینه که 3 تا کاپ کیک و 2 تا قهوه خوردی؟ برام مهم نیست، من اصلا ازش خوشم نمیاد. پس نادیدش بگی. اون خیلی آدم منفیه. پس تلاش کن که اونو اصلاح کنی. میدونی منفی در منفی چی میشه؟ میشه مثبت. تو دیوونه‌ای، باور کن دیوونه‌ای. ببین به نظرم داری زیادی فکر میکنی. و پالاک فکر میکنم که داره یه اتفاقایی میفته. آره داری مغزمو میخوری شیتا. ولی خودمونیم، ما دخترها همیشه جذب چیزای خیلی بد میشیم. فلسفت واسه خودت نگه دار. خواهشاً صورت حسابو بیاری. من واسه این کار 2 تا انگیزه دارم. 1 باید جلوی توزیع اون دارو رو تو بازار بگیرم و اینکه مراقب بچه‌های مؤسسه باشم. همین. به محض اینکه به این 2 تا هدفم برسم از کار میکشم کنار. ولی این چند ماه طول میکشه و ما هم نمیدونیم تو این چند ماه چه اتفاقایی میفته. نمیدونم چه اتفاقایی قراره بیفته. اصلا نمیدونم چجوری این زمانو بگذرونم. ریتویک چند ماه طول میکشه تا این خرابی‌ها رو تعمیر کنی؟ برای همینم یه ماه مرخصی با حقوق به همه کارمندای خانم دادیم. اونا نباید ناراحتی داشته باشن. میدونی دکتر پالاک شارما هم دوران جدیدی شد. بریزش زمین، یه جدیدشو میسازیم. مثبت پالاک، مثبت باش، همه چی درست میشه. صبح بخیر خانم. صبح بخیر. فقط مردا تو این دفتر کار میکنن؟ پالاک. سلام. سلام، اسم من آمانه.
من مدیر داخلی نون بیوتیکم. چای یا قهوه؟ نه ممنونم. میخواستم بدونم میزم کجاست. حتما میبرم تا یه دوری بزنیم. بیا باشه. بیا تو. اینجا اتاق حسابداری مونه. از این ور. اینجا هم آزمایشگاه اصلی مونه. یه سری از بهترین محققین و دکترای کشور اینجا کار میکنن. خیلی ببخشید قربان. وضعیت خوبی داره. ممنونم. بریم؟ بله. اینم واحد تحقیق و توسعه مونه. دکترها و شیمیدانامون اینجا با هم کار میکنن و اینجا جاییه که ما داروهامون قبل از اینکه وارد بازار بشه آزمایش میکنیم. خیلی خوبه. و پشت دری که اونجاست واحد منابع انسانی و بازاریابی مونه. خوبه؟ ببخشید. بله. تو دفترتون هیچ خانمی کار نمیکنه؟ چرا کار میکنن؟ معلومه که کار میکنن ولی همشون رفتن مرخصی. همه رفتن مرخصی؟ خب سرویس بهداشتی خانما تو ساختمون داره تعمیر میشه، پس ما هم بهشون مرخصی با حقوق دادیم تا ساختمون کامل تعمیر بشه و بتونن برگردن سر کارشون. همه سرویس‌های بهداشتی دارن تعمیر میشن. این ساختمون 5 طبقه است. بله ولی فعلا همه سرویس بهداشتی دارن تعمیر میشن. عجیبه. ولی شما لازم نیست نگران باشید، چون که بخوای از سرویس بهداشتی استفاده کنی این کافه خیلی قشنگ درست 2 بالک اون طرفتر هست. پس شما میتونی بری اونجا. خیلی خوب. راستی اگر که اینجا رو دیدین و تموم شد رئیس مایله که ببینتتون. باش. مراقب باش. ممنون. هیجده 17 16 اجازه هست؟ بیا تو. به شرکت ما خوش اومدی. اولین روز کارتو تبریک میگم. امیدوارم از کاری که بهت محول میشه خوشت بیاد. حتما کار خیلی مهمیه. فقط امیدوارم بتونم انجامش بدم. عالیه. بشین. بیرون یکم سرده. ببخشید. قهوه میخوری؟ همه دستشویی زنونه داره تعمیر میشه. اگه قهوه بخورم تو درد سر میفتم. بعداً میخورم. ممنونم. مطمئنی؟ آره. بس من میخورم. باید تو زمستون مدام مایعات بخوری. گرم، خنک، همه جور مایعاتی. وگرنه بدنت خشک میشه. به هر حال تو اتاق کنفرانس میبینمت. باشه. خوبه. آفرین دکتر بلک. اهمیت خوردن مایعات رو بهت نشون میدم.